مردم یک چی پرسم از سلام و درودی به پایان به یک شما دوستان گرامی زبان آموزان ارجمند. درس 24 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. دسترخوان زیبا یکم لایک تشکر. ملک علماز سلام یک بار دیگر و علیکم السلام یک بار دیگر خوش آمدین. ملک علماز ملک علماز خوش باشه که مصطفی تشکر زیاد. شما نیز خوش و سربلند باشین. فعل شب بخیر، شادی بود. تشکر زیاد. خب درس 24 است. آغاز میکنیم. موضوع درس امروزه can هست. can در زبان تاجیکی توانستن ترجمه می شود، یعنی یک کار را توانستن انجام دادن. انجام دادن خب دو می شود، یعنی انجام داده با کدام معنا؟ به معنی که تو می توانی یک کار را انجام بدی. خب سیوم لایک تشکر زیاد اپایفیو. خب وقت رو غنیمت می شماریم و می رویم آغاز میکنیم. خب رسم یکم رو نیا کنیم. در رسم یکم زوی میگه Hello Corky, I am Danny and I can talk. میگه که سلام کورکی، من دنی هستم و من گپ زده میتوانم. I can میتوانم. talk گپ زدن میشود. talk گپ زدن، صحبت کردن، سخن راندن. و توتی همون کارکی یعنی میپرسد که can you walk can you walk can you walk. تو میتوانی قدم بزنی، یعنی walk قدم زدن رو میگن، راه رفتن رو میگن.
walk. و در رسم دوم نگاه کنیم باز از تنی همون لختک بگیم یا که همون بگیم آدمچه زوی جواب میتید میگه که Yes, I can walk and I can jump. Look. Yes, I can walk and I can jump. Look. میگه بله من میتوانم راه بگردم، قدم بزنم و میتوانم بپرم. یعنی jump از جا پریدن رو میگن. jump. خب و توتی حیران شده است میگه که Yes, but you can't dance. میگه بله لیکن تو رقص کرده نمیتوانی. Can't اگر یک ت در آخرش آمد رقص کرده نمیتوانی. ترجمهش نمیتوانی میشه. اما در اینجا کلمه dance آمده است. Dance یعنی رقص کردن میشود. پس can't dance تو رقص کرده نمیتوانی. So, Simple Man, hello dear friends, I'm here. Welcome, Simple Man. Hello, Simple Man, and welcome. خب میرویم با رسمی سیوم. خب در رسمی دوم وقتی گفت که تو رقص کردن نمیتوانی، در اینجا زوی همون آدمک رو گرفته، یعنی که به مثلی که گویا که باید نشان بده در توتی که رقص کردن میتونه. بعدا زوی میگه Oh yes I can. بله من میتوانم. Look نگاه کن و توتی وقتی که نگاه میکنه که الکی این آدم که زوی از دستش پریده از تیریزه میرود به بیرون. شاید بندش میکنه یگانش میکنه یا دستش خوی میخوره میره. بعد زوی میگه آه نه، بعد میگه آه نه و توتی میگه Danny can fly too. میگه دنی پرواز کرده هم میتواند. دنی پرواز کرده هم میتواند. خب جمله های خبری که تصدیقی و جمله های انکاری نگاتیو پوزیتیو جمله های خبری مثبت، نگاتیو جمله های منفی انکاری، question جمله های سوالی، short answers جمله های جوابی. اول از جمله های خبری میگیریم. وقتی که ما بخوایم که یک نفر رو بگیم که ما فلان کار را کرده میتونیم، این خیلی شروع میکنیم I can talk من گپ زده میتوانم. I can jump من پریده میتوانم. I can fly من پرواز کرده میتوانم. خب I can talk, you can talk, he can talk, she can talk, it can talk, we can talk, we can jump, they can fly. اینها بودن جمله های خبریشان. با ترجمه فکر میکنم که نیاز ندارن، ترجمهشون کردیم. can توانستن میشود، talk گپ زدن، jump پریدن، fly پرواز کردن. اکنون جمله های انکاری، جمله های منفی. وقتی ما بخوایم که یک نفر رو بگیم که من گپ زده نمیتونم، مثلا I can't speak, I can't talk. خب من گپ زده نمیتونم. نگاتیو. خب I cannot talk. cannot به شکل پره هست، به شکل اختصاریش کوتاه می شود can't می شود. can't. تشکر زیاد برای لایکاتون. Thank you very much Simple Man and Farhod for likes. Hello Farhod TG. خب you can't talk, he can't talk, she can't jump, it can't fly, we can't talk, they can't jump. اینها بودن جمله های خبر، جمله های انکاری. خب اگر بخوایم که یک نفر رو بپرسیم که تو همین کار رو انجام داده میتوانی، تو همین کار رو کرده میتوانی، همون can
رو فعل can رو در اول جمله میمونیم میشود جمله سوالی. مثلا can I talk آیا من گپ زدن میتوانم؟ یا اگر مثلا میخوایم که یک کس رو کمک بکنیم میگیم که can I help you can I help you can I help you. خب یعنی آیا من میتوانم شما را کمک بکنم can I help you. خب can you talk تو میتونی گپ زنی. can he jump و میتواند پریده. can she jump و پریده میتواند. can it fly و پرواز کرده میتواند. can we help you آیا ما میتوانیم شما را کمک کنیم. can they خب can they help us آیا اونها میتوانند که ما را کمک کنند. can they help us ما را میتونن کمک کنند. اینها بودن جمله های سوالی. اما اگر جمله جوابی بگردانیم یعنی وقتی یک نفر از ما میپرسد که آیا تو این کارو کرده میتوانی یا نمیتونی پس ما باید یا ها بگیم یا نه. اگر بتوانیم میگیم yes I can yes you can yes he can yes she can yes it can yes we can yes they can. اگر نتوانیم میگیم که no I can't no you can't no he can't no she can't no it can't no we can't no they can't. خب اپلای فیبی نوستن که can I talk بله انا میخوام میشود can I talk اما میتونم گپ زدن. من گپ زدن میتونم. آیا من گپ زدن میتونم یا آیا ممکنه که من گپ زنم. can I talk. خب اینها بودن جمله های سوالی. میرویم به قسمت پایانی که در پایان چی است. خب تمرین کار میکنیم یک کم ترک اگر اجازت باشد از شما و اگر بخواهید تمرین کار کردن باز بهترین میشود. در اینجا میگه که write can or can't میگه که can یا اینکه can't را نویسید. خب can و can't را نویسید. در یکمش can آمده است. he can play basketball و بسکتبال بازی کرده میتواند. خب در اینجا در دست کودک کتاب است نوزاد است. در اینجا باید چی مونیم یعنی he can read باید بنویسیم یا he can't read باید بنویسیم. کدومش درسته؟ simple medicine نوشتین کار کردن ندیدم. خب فرهاد تیجی میگه he can't read جان یک شایف نیز میگه که he can't درسته. تشکر از شما. he can't خب کم ترک خورده است کلامش کنیم. he can't درست. he can't read وای خوانده نمیتواند. it can't walk یا که can walk کدومش درسته؟ البته در اینجا بازیچه است شاید به بطری است یعنی اگر دیسته باشین تری علامتی گویا که جنبیده است یعنی راه رفته است. ما باید چی بگیم اینجا؟ ما باید با تاجیکی ما باید بگیم که وای راه گشته میتواند. به انگلیسی چی میگیم؟ در اونجا can نویستگی ما جان خواندم با با ترکی خونده نه که ملی گیلمز. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام یعقوب جان خوش آمدین. تنجین simple can میشود simple can log بله در اینجا can می نویسیم can it can walk وای میتواند راه گشته. خب در اینجا she count حساب کردن نمیگن یعنی فکر میکنم که وای میتواند حساب کرده چون که شاید دختری
5-6 ساله باشد یعنی بهتر میشد که نویسیم که میتواند، چون که حساب کرده است یعنی بچلیکاش. خب چی می نویسیم؟ میگیم که وای حساب کرده میتواند. میگیم از ها زبوس فور کنس نمیشود، چون که فعل کن اس نمیگیرد. دیگر فعل اس میگیرد، درسته، اما کن نمیگیرد، چون که اینها را فعل های مدلی میگویند، مدل وربز. جونیک شف can فرات جای she can count. جونیک شف can simplement can، درست. تشکر از یکی شما. اینجا can می شود، یعنی خب she can count و حساب کرده می تواند. خب در اینجا دو پرنده هست، علاقه شکل جمع شد، اونها پرواز کرده می توانند. در زبان انگلیسی چی میگیم؟ اگر اون جمله را پر نویسه با خوب میشه، برای که بفهمیم که کدوم جمله را در نظر داره. یا که رقم هم نویسه، رقم 5 رقم دارن کجا، رقم 5 4 3، چون که بعضی وقت آوازو دیر میان دیر میرسن، دیگر فرق کردن نمیتونیم که کن از کجا بود، کنت از کجا بود. جوری که سازن خوبه این مردم. فرهاد جه they are can fly. خب در اینجا are نمیاد که فرهاد جه are از جمله verb to be است. verb to be در زمان حاضره دوامدار میاد. مثلا میگیم که they are flying. They are flying. اونها پرواز کرده استند، حاضر پرواز کرده رفته استند. اما موضوع درس ما موضوع توانستن نتوانستن است. خب simplement can درسته. جونیک شوف they can fly درسته. زبویس فو can درسته. simplement پنجم can درسته. خب یعقوب جان انسان رحمت شکریه الله سازیم. çok teşekkür ederim. Rica ederim یعقوب جان. جونیک شوف he can't swim. خب اولی را بنویسیم، بله درست. پنجم they can fly درسته. ششم جونیک شوف نویسن که he can't swim درسته، چون که علاقه این یعنی گویا که تای آوش نیست یا که نمیتونه، از رسم خودش معلوم است، یعنی can't can't he can't swim و آبازی کرده یا شنا کرده نمیتواند. خب شما سازن خوبه انشالله. مسیر کار استاد بخشید هیچ گپ نداره از پای کارتون شن یعقوب جان. خب simplement can ششم can't درست. فرهاد جه they can fly بله درست، بهترین شد. فرهاد جه they can fly درست شد. فرهاد جه ششم he can't swim بله درست شد. he can't swim و شنا کرده نمیتواند. خب رقم هفتم اونها سرود خوانده میتوانند. چقدر میگیم اونها سرود خوانده میتوانند در زبان انگلیسی؟ رقم هفتم لولا منوی زکات سلام با همه قتیل لایک و علیکم سلام. خیش تشکر برای لایکتون. جونیک شوف they can sing درست. they can sing simplement can درسته، بهترین. فرهاد جه they can sing درسته، بهترین، درست. خب رقم هشتم رقم 8 چی می نویسیم؟ یعنی وای دختر ولاسیپید رانده میتواند. وای دختر ولاسیپید رانده میتواند. چقدر می نویسیم؟ ride راندن نمیگن. ride راندن هم اسب سواری را میگن، هم دوچرخه سواری را میگن. خوش باشید. خیش تشکر. simplement can بله درست، can میآید. she can ride a bike وای دوچرخه رانده میتواند، یا وای ولاسیپید رانده میتواند. خب در اینجا it برای مار آمده است، یعنی حیوان است، با it اشاره میکنیم. چقدر میگیم که وای پریده نمیتواند، چون که مار پریده نمیتواند. jump پریده میشوند، پریدن میشود. چقدر میگیم که وای پریده نمیتواند.
فرهاد هشتم she can ride a bike درست. جانک شریف she can ride a bike درست. خب simple man can't بله درست. can't it can't jump it can't jump یعنی وای پریده نمیتواند. خب write the correct sentences یعنی جمله درست نویسید. جمله های درست نویسید. معذرت sentences شکل جمع است. جمله های درست نویسید. مثلا این جمله ها از روی گراماتیکی درست هستند، فقط از روی معنا نادرست هستند. اونها رو میگیریم از روی معنا درستشون میکنیم. مثلا babies can fly میگه که کودک ها پریده میتوانند. درسته که کودک پریده نمیتواند. در اینجا می نویسیم که babies can't fly کودک ها پریده نمیتوانند. خب ballerinas can't dance رقاصه ها رقص کرده نمیتوانند. یعنی این نادرسته از روی معنا باید چنین باشه که ballerinas can dance اونها رقص کرده میتوانند. خب رقم 3 fish can walk چطور می نویسیم؟ و فیلم کمتر معیده نشون دسته حرف را. خب در این جواز باید نویسیم که ماهی ها راه گشته نمیتوانند. جانب شریف fish can't walk درست. simple man fish can't walk درست. فرهاد تجه fish can't فرهاد تجه شما can نویسین یعنی راه گشته میتوانند. خب این رسمه که در رسم میخوای آوردگیشه اما در اصل ماهی راه گشته نمیتواند. میخوای نیست باید که can't نویسیم can't. خب فرهاد تجه fish can't walk بله درست شد. نازی نویسیم اینجا fish can't walk درست. میرویم سراغ جمله چهارم monkeys can't jump میگه میمون ها پریده نمیتوانند. جمله از روی معنا نادرسته. چخیل میمون پریده نمیتواند؟ میمون پریده میتواند. خب چخیل میگیم که میمون ها پریده میتوانند؟ جانب شریف monkeys میشد میمون ها can jump. فرهاد جه monkeys can jump درست. بهترین monkeys can jump. خب جانب شریف teacher can read بله درست. teacher در اینجا اون teacher can't read میگه معلم ها خوانده نمیتوانند. چقدر معلم خوانده نمیتواند که معلم بشیده است. خیلی شاید باشه در بعضی جا. خب شاید معلم فیزیکولتوره یا معلم یکون چیز دیگه. خب می نویسیم که teachers can read. خب معلم ها خوانده میتوانند. فیومن شب گرفتم ای خنده را سوز شد میگه 12 سال در روسی را یاد نگرفتی انگلیسی را ای کجا که سخت کار میکرده خاطر خنده مثبت نکردیم خونیم فیلم. فرهاد جای teachers can read بله درست. جانک شریف teachers بله درست. زیبا جان کجا شده؟ ملک میخندن دست خواهد با fish can't walk و فیلم شما در اول چین خطانیات دیر آمد یا که آواز ما دیر افرسید. پای فیو حرکت کنین همش میشه. بله حرکت کنین شلو میشه. اگر چندی همه خطا نخوندیم نه که قریب که فهمیدیمش حرکت کنین شلو میشه. teacher can read بله درست. همینجا کنیم. خب اکنون در اینجا teddy bears can run
تدی چی میشه باشد؟ تدی نامی خرس باشد. بیرز خرس میشود. تدی بچه خرس میشه باشد. سیمپل من. خب مدوزی دیگه چیزش مهمه. یعنی خرس ها دویده نمیتوانند. بله درست، ندرست است از این معنا. تدی بیرز can't run. بله درست. کسی اگر معنای تدی را داند نویسین. تدی bear teddy bears can't run، یعنی دویده نمیتوانند. خب تدی را خیلی اخیر میبینیم. این فیلم موقع چی؟ بهادر تیوی اقفه حرکت برکت نه. بله اپلای فیوچ نیستم کن کردن. سیمپلمن تدی بیرز can't run. بله درست نوشتیمش. خب frogs can't swim. frogs can't swim میگه که قورباغه ها شنا کرده نمیتوانند. از روی معنا نادرسته. قورباغه شنا کرده میتواند، یعنی دویم در درون آب میگردد. خب فرهاد تجی frogs can't swim. بله درست. سیمپلمن پسر خرس میشوند. فهمو یک چیز نوی دیگه یاد گرفتیم. تدی بیرز یعنی خرس بچه بگیم شد. خرس بچه یعنی بچه خرس. احمد سیمپلمن. خب بنویسیم frog can swim. frogs can swim یعنی قورباغه ها شنا کرده میتوانند. خب در همین جا و فکرم که درس امروز رو با پایان برسونیم خوب میشود، چون که ولی تمرین کار کردن دو صفحه دیگه ایراد درس دیگه میکنیم. در همین جا درس امروز با پایان رسید. یگان کس یگان سوال و پیشنهاد داشته باشه مرحمت نویسین. تدی این نام خرس می باشد. تدی frogs can swim. همه زبان تاجیکی آسانه یاد گرفتنش. بله بهادر تیوی پسر خرس نمیشه نام خرس. خب تشکر و چای لالا. خب بیاین از یک بار دیگه بینیمش. خرس عروسکی. تدی بیرز خرس. تدی بیرز خرس عروسکی تاجیک خطی. خرسکی مخیلی. خرس تدی دومی دوب. ترکی oyuncak ayı. فهمو. خب تدی بیر چی میشه است؟ چی بگیم؟ خیرسک گیمش خوبتر میشه و یعنی چی است که در بعضی خانه ها مثلا ایتری خیرسی جاندار نوه خیرسک خدش، یعنی همون خیرسی به جان یا همون همون خوبش همون رسمش نشان دهیم. بعضی چیزا رو با تاجیکی خیلی دشوار است فهموندن، چون که ترجمهش خب خیرسک میگن با فکرم در تاجیکی نه، با فکرم خیرسک میگن. این نمیره میگم تدی بیر خیرسک ترجمهش کنیم چی میشه با تاجیکی همین؟ اینجا نمیشه تدی خیرسی میستر بین است. دنیا وال بازیچه خیرس. بله همون بازیچه را میگن، همون خیرسکی
در شکل بازیچه بگیمشده. بهادر تیوی در زبان تاجیکی هپی مودا همش اکی همش شعری نرم میره. نرم مودا همش همش اکی همش شعری نرم میره. فهمو جونیک شریف نماش دست خود خیر سکچه سیفونه برای خیر سک میگن ولی خیر سکچه بازیچه. بله همین بازیچه که بر شکل خیرسک مانده خیرسک یا بازیچه خیرسک. خب کی باشد؟ یک کلمه نو امروز یاد گرفتیم. اینجا افری کی رفته است؟ اپای کزان تجه استاد گوگل خیرسکی مخیالی ترجمه کرد. این مخیالی شاید نگویم میشنویم. خب به هر حال خیرسک یا همون خیرسکچه یک کلمه تدی فراموش نکنیم. یک کلمه دیگه تدی T-E-D-D-Y 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 تدی. خب در همینجا درس امروزه به پایان رسید. تشکر از یک و یک شما برای اشتراکتون. یگان کس یگان پیشنهاد سوال توصیه داشته باشن مرحمت بفرمایید. اگر نداشته باشین خب به همین درس امروزه به پایان رسید و خداحافظی میکنیم. اگر یگان گفتنی نداشته باشین فیوم یخکی ایگروشکا خیرسکچه بازیچه. خب چلوله این یک استوری هست یا باید میفهمید دور و دروز است. تدی بیر تدی بیر یک استوری است. تدی بیر بله تدی بیر رو زیر افسر انتخاب کنیم شد که همون بگه که چی است. A teddy is a stuffed toy in the form of a bear, developed apparently simultaneously by Toymake's Morris. خب ملانیا مارتینز تدی بیر. بله نام قصه هم بوده است. اوچایلولا راست میگم. نام یک قصه هم تدی بیر بوده. My teddy bear, the best song for children. Teddy bear, turn around. Teddy bear Amazon.com. Teddy bear, buy big teddy bears online at best prices. یعنی نامی هم قصه بوده است نامی هم خیرسکچه. خب کجا شده؟ در اینجا بودیم. بهادر تیوی پناهتان به خدا. بهادر تیوی تشکر زیاد خوش آمدین. See you next time. خدا نگهدار. اوچایلولا. خب بله نام قصه هم دست. خب تشکر از همتون دوستان گرامی برای اشتراکتون. این بود درس چندم بود؟ درس 24 از کتاب نیو گرامر تایم 1 تا درس های نوبتی. خدا نگهدار. This is 24th lessons from New Grammar Time 1 and see you next class. Goodbye. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. این یک پرزیدنت نام مونده همین خیلی. اوچایلولا میگن فهمم. تشکر اوچایلولا. تشکر سیمپلمن. تشکر به دیگر دوستان که شما سبب میشینه باز ما کلمه های نو و نو یاد میگیریم.
سیمپلمن خواب دوستان به همه خوابهای رحمانی سلامت باشین و چرا خدا حافظ رحمت مالین سلامت باشین با شما نیز رحمت که قدر میکنیم میایین رحمت به همه‌تون خدا نگهدار افیر قدر میکنیم خیلی با همه شبهای رحمانی سلامت باشین فرهاد تجا خدا حافظ به همه شبهای خوش تشکر زیاد با شما نیز شب خوش Simpleman bye bye dear teacher and best friends good night Simpleman ملک الماس خای